قراره اینجا مشهور شی و پولدار. چطوری؟ من بهتون میگم خیلی راحته. اول از همه آدرس www.mrmap.ir رو توی گوگل جستجو کنید. حالا میتونید نمایی از وبسایت مستر مپ رو ببینید. حالا ببینیم طرز کار با مستر مپ چجوریه و چه امکاناتی داره. برای جستجوی مکان مورد نظر در نوار بالایی قسمت دنبال چی میگردی مکان مورد نظر خودتون رو جستجو کنید تا به نمایش در بیاد. دسته‌بندی با تفکیک اماکن و مشاغل، یعنی منویی با بیش از 1400 دسته‌بندی که با کلیک بر روی هر کدوم منوی متناسب با دسته انتخابیتون باز میشه. انتخاب نوع نمایش نقشه، دو حالت داریم، حالت ماهواره‌ای و یا حالت راه‌ها با قابلیت زوم 20 برابری. اشتراک موقعیت مکانی، در هر موقعیتی که هستین دستتون رو روی علامت لوکیشن نگه داشته و سپس با انتخاب گزینه اشتراک موقعیت اون لوکیشن رو با دوستتون به اشتراک بذارین. مسیریابی، خب نقطه آبی مکان فعلی شما رو نمایش میده. قبل از اینکه حرکت کنین گزینه مسیریابی رو فعال، مقصد خودتون رو مشخص کنین تا همانند اون چه که توی شکل میبینین نزدیکترین مسیر براتون به نمایش در بیاد. ورود به حساب کاربری، همون گزینه‌ایه که با انتخاب اون پنجره‌ای که توی شکل می‌بینین براتون باز میشه. حالا برای ویرایش کلیه اماکن و مشاغلی که با نام کاربری خودتون ثبت کرده بودین، فقط کافیه روی دکمه ورود کلیک کنین. همه چیز به خلاقیت خودتون بستگی داره. دقیقاً. آدرس ما رو یادتون نره. www.mrmap.ir